در واقع بینش نداره، فقدان بینش هستش که حتما دارو درمانی در کنار بستر شوندگار و روانپزشک هستش. اگر اختلال سطحش متوسط باشه نیاز هستش که دارو درمانی در کنارش درمانی باشه، یعنی نمیتونیم قدرش کنیم بیمار بینشش نسبی هستش. و اگر کامل باشه و در واقع خفیف باشه در واقع روان‌درمانی کفایت میکنه. اما چیزی که اینجا وجود داره، دارو درمانی باعث میشه که بینش رو از فقدان به نسبی بیاد. مثلا صحبت رو کرد، مثلا شاید ما توی فیلم دیدم آقای رشیدی زحمت کشیدن باهاش صحبت میکردن، یه جاهای بینشش خیلی بالاتر بود، اون جایی که مثلا میشنود اعدادو یا یه جایی گیج میشد. من یه وقتا می‌خواستم به شوخی بپرسم دانشجو آیا شما هم تونستین 103 تا کم کنین یا نه؟ اون اعدادی که ازشون پرسید شما هم بلد بودین یا نه؟ نیاز هستش که بسستی. اما یکی از چیزایی که حالا